1500 تا بیل داریم که پرداخت بکنیم هر ماه. 1500 تا 2000 تا بیل. در تهران که بودیم داشتیم 2 دستگاه عمارت، یکی در تجریش و یکی در بیرش آباد. در دابلین که آمدیم ما را دادن بل و به قول افغان ها کلنگ. ولی یه قطعه از حافظ براتون میخونیم انشاءالله تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. 2 تا دوربین فعاله، یکی رو به رو، یکی از پس و یکی از پیش. در نظر بازی ما بیخبران هجرانند، معذرت میخوام حیرانند. من چنینم که نمودم دیگر ایشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست. جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست. ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا. ما همه بنده و این قوم خداوندانیم. مفلسانیم و هوای می و مطلب داریم. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. آه گر خرقه صوفی، گر خرقه پشمین به گرو نستانند. یه روز تو امریکا من یادم میاد خرقه‌مو یه جا گرو گذاشتم. البته خرقه مال من نبود، آریه بود، مال ایرج و استاقا بود. بگذاریم. وصل خورشید به شب پرده عمی نرسد. وصل خورشید به شب پرده عمی نرسد. که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر به نردهت ارواح برد بوی تو باد. عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد در رندی حافظ نکند فهم، چه شد؟ دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. گر شوند آگه از اندیشه ما موغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی بگرو نستانند. یا حق به امید دیدار و روزها